وقتی که بازی دبروین رو من در هیئت منتخب بلژیا دیدم با فرانسه، عموما او خود رو تنها خیلی تنها احساس میکرد و در بسیار حالتی که توپ رو میگرفت یا به عقب پس میداد یا اینکه کوشش میکرد که خودش به هجوم برود که در نهایت از پیش پای او خط دفاعی مستحکم فرانسه توپ رو میگرفتند. و بعد از بازی هم یک سوال درباره نسل طلایی بلژیا از او شد که دیدیم چگونه برای او دردآور بود و خیلی سخت بود جواب دادن به این سوال. و اکنون درباره بازی‌های دور چهارک نهایی کمی دیگر صحبت میکنیم و فکر میکنم که مخلصان آنهایی که همیشه برنامه‌های اروپا افروز رو تماشا میکنند حالا پزمونند و شاید انتظار هم هستند که ایمانبک کی بحث رو شروع میکند، ولی کمی این بحث‌ها باید که آرام‌تر شود و مخلصان باید انتظاری کشند تا برنامه بعدی اروپا افروز که اونجا شروع میشود رقابت‌های دور چهارک نهایی. امروز سبب در آن است که ما امروز قصه‌های انسیکلوپدی زنده ورزش رو تماشا میکنیم، با قبل گوش میکنیم. انسیکلوپدی زنده تلویزیون ورزش پرویز محمد امین است. ما دیگر گپی زیادی هم نزنیم. میشود انا وقتی که دیگر شوریان به میان میبینید اینجا میشینن، مثلا خودت مثلا روز باشد مثلا با دیگر از ترس دیگر ایسو نمیبیاید توپ هم نمیخورد طرف. خلاص که پرویز فقط سخن میگوید، ما با گفته مخلصی میکنیم و اینجا دیگر پرویز میتواند با کامل بنفیس خود را ادامه دهد. بعد گوش کردن این قدر لکسیوی با منطق انسیکلوپدی من فکر میکنم اگر در جای اون مرده که در بر سوگیت است پرویز محمد امین میشد. نه من از کنار وقتی از کنار مشاهده میکنیم، اول که هر انسان فکر خود رو دارد. ما شب روز فوتبال تماشا میکنیم، همین قدر که اندیشه نباشد نمیشود. این درست من برای جانبداری زدم. خب درباره انگلیس زیادی بحث شد، فکر میکنم صحبت و این برایش یک معلوماتی مکمل بود درباره دسته دوست داشته ایمانبک. و اکنون میگذاریم به بازی منتخب‌های نیدرلند و ترکیه. خودت وقتی که برنده هم برنامه میشوی از ما یکم زیادتر گپ میزنی، بعد دیگه چیزای نادرکار در کار سر من بار کردن میگیری. این هم منطقا نادرست است. من اصلا مخلص این همانند بازی انگلیس است، ولی من تنقید میکنم رفتی بازی انگلیس نه و بس از اون که چی نتیجه نشون میداد نمیداد. همون اسلوب بازی انگلیس برای من پسند نیست. اینجا پرویز بی‌طرفانه خالصانه همه چیز رو گفت، گپو درست کرده فهمانده داد و یکی از مدعیان اساسی برای بودن یاور سوگیت هم دونسته میشود. خب بعضی از قسمت‌های گپ‌های ما البته شوخی و هزلند و برمیگردیم اکنون به آخرین جفت.